سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداره کانال. بعد شما یک دکانی خولین پرده ها، یعنی که عالم خولین پرده ها در حدود ناحیه مسجد که در مغازین وحدت است که عین زمان نامش سمر است، میتونید گلیموی نوین کرا خریداری کنید. تمام نمود پرده های ترکی، خولین ها، پلاس ها و این گونه نمونه های گلیم های رزینوی، زیراشون رزینوی است و میتونید با نرخ های دست ارزان. البته این مال ها در تاجیکستان یکم دست هستند. همین دوستان نرخش از شهر از دیگر گوجه‌ای که میره شما نرخش نسبت اونجا خیلی فرق میکند. چون نرخ شما میتونین گفتن اما نمیگیم، چون شما آمده باید تشریف بیارید و همین گویم مغازین وحدت که گلیم خولین های خوشرو دارد به حضور آمده نرخاشون رو میپرسید، گویم در نزدیک شناس میشید، میبینید، معقول میکنید، رزمیر خانه رو میگید، بر رزمیر خانهاتون بریده، توغری کرده، چین چاق کرده، برده تا در خانهاتون دستفکه هم میکنن. این چی؟ قرار داره اینجا در رو پوری امانت بانک نوعی مسجد که در درآمدگاه بوستون است. من اینجا چند نموداش آوردگی هستن، چند تا رسیدگاه هست دوستان. ببینید خیلی خوشرو. این گلیم رزینوی است دوستان، خیلی فرقیتش از پلاس ها دیده خیلی فرق میکنه، چون این تگش همچون ترمو ایزولیت میشه، رزین پتش نمیره دوستان. رنگاش هم خوشرو، هم برای شستن هم برای زیر ایوان و بیرون فرق نگوجه که نباشد. خیلی یک استیلی زمانوی است و خیلی خوشرو است. تمام چندین نمود، خیلی 5-6 نمود رزمیرو است و حتما در رقمایی که من در اینجا میگذارم زنگ میزنید. اینجا با نرخوش گوجه میرسونن گوجه و نه اینجا همشه انیخ کرده میفه. این یکم رزمیر چند بودی؟ این رزمیری که حاضر میبینه 4x6 است دوستان. این توش 4 است، درازی 6 متر. حاضر دیگر نمودش میکشویم. این نمودش تو سینی، این نمودش 3.5x6 دوستان. منه ببینید این هم قریب که هرچه اوچه بچه. این رنگش بود دیگر خوشروتر، مثلا که رنگ سرخ معقول میکنه. منه اینش 2.5 3x6، این هم 3x6 خلاصه. قریب که به همین رزمیر خانه ما توری کرده است. منه ببینید چند اوجه علاقه 4 نمود شد. اینا همش نوینکو رزینوی تگاشون چنگ خوک نمیگذراند. این پلیساس خیلی هم توزه میکنه دیگه، حاجت در وقت شستن هم تست توزه میشه دوستان. من نگاه کنید اینا نرخاشون همیشه در زیر کامنتر دوستان. حتما زنگ میزنید وای میکنن خریداری میکنید برای شما نرخای عمیق و دقیقش برای شما میگم دوستان. گفتم که دستفکه دارم به ملال، خواه از فدراسیون رسه زنگ میزنید، خواه در انگلیس، خواه در شویتسیا، خواه در همین حدودی تاجیکستان خودمون زنگ میزنید، حدود ناحیه مسجد شهر دستفکه میکنن. اینا همین بارا در تاجیکستان یکم دست شما میوانید دوستان. کرنیزهای دراز راه رو ها، این چین گلیم ها و پرده ها و تمام نمود چیزها در اینجا هست دوستان عزیز من که کسانی که پلاس میخردگی باشه دیگه ببینید خیلی رنگ و رنگ است اینجا. قریب که بیاید اگر به نظر همون دیلنگیتون میوید اینجا دوستان. من ببینید چند نمود رسویتگاه هست. من خلاصه وی بار بسیار حاجت به شهرم به فکرم نمیشه. در همینجا چیزای دلخواهتون میگیرید، نرخوش همشه حتما یه با زنگ زنید. همین صاحبای دکانه در همین رقمی که در زیر اکرام مونده هستم نرخوشونه چی نمود در کاره گوجابت دستفکه همی سکیتکه همی اینجا قولینا هم نیز هست دوستو. میتونید به حضور زنگ زنید و خریداری کنید. همین بارو ترکی نرخوی دسترس انشالله. هم گفتم که ضرر نمیکنید، بیایید حتما. هم از شهر ارزان است، هم وی بارش بسیار است. قرار دارد در ناحیه مسجد در درآمدگاهی بوستون رایون گویم
راهروها هست، پلاسو هست، قالین ها هست. ببینید تمام نمود رزمیرا را یافت میشه دوستان. خلاصه عالم قالین ها اینجا به حاضر آمده، دل خواه رنگ انتخاب میکنید خریداری کرد. خیلی بسیار است برای خوش کردن شما دوستان. خدا یار و مددگار هم به مردم دکاندار هم به شخصیتی که گلیم قالین ها رو سراغ دارند. آره اونها نیست چوی براری کار کرد شویش کرد. این ویزیت کشون است تو کسانی که خریدار باشید. این رقم منه، همین رقم منده واتساپ هم هست، تلگرام هم هست، فکر همین QR کد و اینستاگرام باشن در کار. +992 93 941 0202 فرمایش کنید، خدا خواهد در خانه‌تون برده میرسونن دوستان.